تو این آموزش ما جدول داریم حاوی ستون‌های نام و ماه و کارکرد و یه جدول دیگه با ستون‌های نام، ماه و حقوق. حالا من میخوام از ویلوکاپ استفاده کنم و ستون کارکرد را بر اساس نام و ماه بیارم کنار ستون حقوق قرار بدم. خب البته به طور حتم ویلوکاپ قادر به انجام این کار نخواهد بود. همونطور که مشاهده میکنید اعداد 100 و 70 بدون در نظر گرفتن ماه اینجا قرار داده شدن، در حالی که تو این تمرین ماه مد نظر ما هست. حالا من میخوام از ابزار فوق‌العاده پاورکوئری استفاده کنم. روی یکی از سلول‌های حاوی اطلاعات کلیک میکنم و از تب دیتا گزینه Get Data from Table or Range رو انتخاب میکنم. حواسمون باشه که جدولمون هدر داره و حتما تیک رو میزنم. حالا تو محیط پاورکوئری تب هوم گزینه Close and Load to گزینه دوم رو انتخاب میکنم و Only Create Connection رو انتخاب میکنم و اوکی. همین کار رو با جدول دوم هم انجام میدم. حالا تو قسمت کوئری دن کانکشن روی جدول کلیک راست و ادیت رو میزنم. جدولی که ستون حقوق رو داره انتخاب میکنم و تو تب هوم گزینه مرج کوئریز از نیو رو میزنم. کنترل رو نگه میدارم و به ترتیب ستونهای نام و ماه رو انتخاب میکنم. حالا تیبل بعدی رو انتخاب و کنترل رو نگه میدارم و باز هم به ترتیب ستونهای نام و ماه رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. تو کوئری جدیدم به اسم مرج تیبل رو اکسپند میکنم و تیک ورک تایم رو میزنم و اوکی. حالا یه ستون کمکی اضافه میکنم و از تب اد کالوم گزینه کاستوم کالوم و اسمش رو تغییر میدم و حقوق رو تقسیم بر ساعت کارکرد میکنم تا حقوق هر ساعت کارکرد به دست بیاد. اسم ستون رو salary per hour انتخاب میکنم و تو محیط پایین دوتا کلیک میکنم رو ستون total salary and تقسیم بر total work time and اوکی. حالا تو تب هوم کلوز اند لود رو میزنم که به هم یه جدول بده و تمام.